سلام به دخترای گلم. بچه ها امروز ما در کلاس در مورد وسیله‌ای به نام نقاله آشنا شدیم. نقاله هم مثل وسیله های دیگه در ریاضی کاربرد داره، ولی برای اندازه‌گیری زاویه ها استفاده میشه. برای اندازه‌گیری زاویه ها. بچه ها نقاله ما به این شکل است. همتون تو کلاس هم دیدی، خودتونم دارین. نقاله ما به این شکل است. یه وسیله هست به شکل نیم دایره. ما میگیم که بچه‌ها به اندازه اینا نگاه کنید. از 0 شروع شده، از 0 درجه بندی میشه تا نصفش میشه 90 درجه. به اینجا میگیم 90 درجه که همون زاویه راست میشه که بهش میگیم 90 درجه. بچه‌ها کلاً از 0 که شروع میشه تا 180 درجه بندی شده. این نقاله ما 180 درجه بندی شده هست. نصفش میشه 90 درجه. کلش میشه 180 درجه. بچه‌ها ما گفتیم که اگر ما این نقاله رو کلاً در نظر بگیریم، یعنی به صورت یه دایره در نظر بگیریم، 180 بالا 180 پایین میشه 360. همونطور که اینجا 90 هست اینجا هم 90 هست، کلش میشه 180 درجه. گفتیم که نقاله برای اندازه‌گیری دقیق زاویه ها به کار میره. برای اندازه‌گیری دقیق زاویه ها ازش استفاده میشه. به این صورت که دقیق نگاه کنید بچه ها درجه بندی هاشو میبینید. 0 10 20 30 40 50 60 70 80. خب 100 110 120 130 140 150 160 170 180 درجه. بچه ها اینجا هم همون که رأس زاویه ها رو میگیریم، اینجا هم همون رأس هست. این وسط همون رأس نقاله ما هست.